دوستای عزیز، امروز میریم هارد ریست کردن سونی اکسپریای ایکس زید را با هم دیگه تجربه کنیم. اینا برخلاف موبایل های گلکسی با ویلیام بتون پایین همراه پاور بتون، موبایل را کیبل وصل میکنیم که شارژ بگیره. بعد از او ویلیام بتون پایین همراه پاور بتون فشار داده استارت میشیم که صفحه میایه، الایش نمی کنیم، اینا رد میشه و در اینجا میان حالت فرمت کردن، حذف تمام داده ها، فرمت کردن میزنیم دیگه تمام میشه. میدن دیگه کار ما انجام نمیدیم، فقط منتظر میمانیم که صفحه بیایه. در حال پاک کردن است. دوباره موبایل رستارت شد. این حال میره به صفحه اصلی که با نکست کردن ما میتونیم موبایل باز کنیم.